سلام از خوش کلام به گوشای باز و قلمای همراز. مقصودم دوست نادیده به اسم یک کلام که برام شعر فرستاده. فقط یک کلام جان، با اجازت به سبک کتابای دبستان اندکی توش تصرف کردم. یعنی کوتاهش کردم. خب حالا این تو شعرت، برو بریم. شنیدستم که مأموران شیخان گرفتند آدمی را در خیابان به جرم نقض قانون اساسی و بعضی گفتمانهای سیاسی، ولی آن مرد دوراندیش از پیش قراری را نهاده با زن خویش که از زندان اگر آمد زمانی به نام من پیامی یا نشانی، اگر خودکار آبی بود متنش بدان باشد درست و بی قل و قش، اگر با رنگ قرمز بود خودکار بدان باشد تمام از روی اجبار. پس قرار گذاشته اگه خودکار قرمز بود هرچی نوشتم زوریه، اگه آبی بود یعنی خودشه. گذشت و روزی آمد نامه از مرد، گرفت آن نامه را بانوی پردرد، گشود و دید با حالوم آبی نوشته شوهرش با خط آبی. من اینجا راحتم کیفور کیفور، بساط عیش و عشرت جور و واجور، در اینجا سینما و باشگاه است، غذا آجیل میوه رو به راه است، کتک با چوب و شلاق و با باتوم تماما شایعاتیست موهوم. در اینجا بازجو اصلا نداریم، شکنجه اعتراف عمرن نداریم، به جای آن اتاق فکر داریم، روش های بدیع و بکر داریم، همه چیزش تماما بیست اینجا، فقط خودکار قرمز نیست اینجا.